سلام. سلام. خوبی تو؟ سلام، چطوری باید؟ خوبی؟ خوشی بیام بچه من رفتی از دیر شد. تو کلاس داشتم قبلش بچه ها تا دیر موقع یه درگیر اون کلاس بودم. خوبی بچه ها؟ خب بخوام امروز فیلم یه بازی را به دنیا داخل فیلم تاکسی درایور صحبت کنیم که خیلی فیلم مهمیه از ساختهای اسکورسیزیه و به نظر خیلی حالا من هم همین فکر میکنم که بهترین کار آیه اسکورسیزیه و من معتقدم بهترین بازی آیه دنیرو هم هست این کار. یعنی آیه رابرت دنیرو بهترین بازیش کرده داخل این فیلم. فکرم سوم چهارمین کارش هم باشه و بهترین بازیش هم هست داخل این کار. حالا شروع میکنیم صحبت میکنیم و حرفمون رو کامل کنیم. صدا من میاد بچه‌ها؟ پس چه ریکوست میدی اگه نمیخوای بیای بالا؟ مینا بیا با هم صحبت کنیم داره راجبه صدا میاد؟ آره اوکی. خب بریم صحبت کنیم که حالا خیلی از بچه‌ها خب فیلمش میبینن، ما صحبت ما سیو میشه و اونا فیلمش میبینن. ببین اینترنت چطوره؟ سلام. تا مینا میاد بالا ما بگم که ساخت اسکورسیزی شاید بشه مهمترین فیلمساز سینماست. خدا شما ندارم. جزو 3 فیلمساز معتبر سینماست. اصلا دوره میارمت باشه. ریکوست بده. اینترنت داغون، همه چی داغون است. اصلا ریکوست ببینم. همین ایتام ریکوست بده بالا ببینم. اصلا بیا اینترنت اجازه نمیده. آقا من نظرتون چیه یه دونه اسکای روم بگم بیاد داخل اسکای روم دور همینون اسکای روم بزنیم؟ نه اسکای روم لینک بعد بفرستم براتون بچه‌ها. بعد اون هزینه داره، گرونه، تعداد زیاد گرونه. باید اسکای رومش کنم بچه‌ها فکر می‌کنم. اینترنت افتضاحه. بله متوجه است. بذار ببینم. من خودم حرف بزنم حرف منو میشنوید شما بچه‌ها؟ حرف منو میشنوید؟ تصویر منو دارید؟ اگه خودم حرف بزنم راجع به فیلمه اوکیه؟ آره؟ صدا منو خوب میشنوید؟ تصویرم نینا جان خوبی؟ من دوباره تصویر شما ندارم. سلام. اوکی. حالا بچه‌ای تونستن بیان بالا نتونستم خودم حرف میزنم راجع بهش دیگه. تصویرتون. دوست داشتم چالش داشته باشیم. بچه‌ها آنالایزش کنید. چیکار کنیم؟
من میرم یکی از بچه‌ها رو بیارین اگه شد میاد. همینه دیگه بابا، داستان رسید به اینجا. ببین بچه‌ها فرض نظرت راجع به فیلم میذارم صحبت کنم تا ببینم چی میتونم بیارمش بالا. ببینم امیده میتونم بیارم بالا. امید جان ریکوست بده. خب امیده میشه بالا صحبت کنمش. فیلم به این مهمی اینترنت ما درک نمیکنه. میخوام راجع به فیلم به این مهمی صحبت کنیم. درک نمیکنه دیگه. اگه درک نکنه چه؟ الو. پس این همه لازم ملت دارن میان بالا چه اینطوری؟ من داغون تو تصویر خودم خوبه. نقد فیلم تاکسی درایور. خب من یه ذره حرف بزنم بچه‌ها ببینم که چی میشه، چیکار میشه کرد. ببینم یه ذره حرف بزنم راجع به فیلم. خب بچه‌ها کنید ما یه بحثی شروع کردیم اینجا برای شما برای ما صحبت کنید. یه بحثی شروع کردیم راجع به اینکه بیایم تحلیل کنیم بازیگرای بزرگ و یه مبحث کوچیکی من گذاشتم. بچه‌ها هنرجوی خودم گفتم آقا من یک سوم نمرتون اصلی اینجا در میاد. واقعا این کارو خواهم کرد. اول میخوام ببینیم که از اینجا شروع کنم که اصلا این برای چیه؟ برای چی خوبه؟ برای چی ما باید این کارو انجام بدیم؟ شما بچه‌ها به این واسطه هفته یه دونه فیلم حداقل خوب می‌بینید. یه فیلم خوبی که فیلم به درد بخوری باشه و فیلمی که بشه به درد این علاقتون و عشقتون بخوره. قطعا کسایی که اینجا هستن به بازیگری علاقه‌مندن دیگه، میخوان بازیگر بشن. شما باور کنید داخل کل اینترنت زیر کنید، خب دقیقاً مطالب مرتبط، یعنی مطالبی که دقیقاً راجع به این قضیه بشه. اکثرا فیلمو نقدش کردن، فیلم برداری، کارگردانی، کمتر بازیگری و جداگونه پرداختن. تازه فیلم‌های ایرانی که اصلا نیست، فیلم خارجی هم کم بیش هست. محض امروز نیستش. نه. اگرم بود نمیتونست بیاد بالا. حالا ببین کسایی که اصلا من نمیتونم بیارمشون بالا. خیلی اصلا میخوان بیان حرف بزنن. امید از امیرعلی است. معذرت نمیتونه بزنه. سلام امید جان خوبی؟ سلام استاد. سلام. صداتو نیستم امید جان. شما تصویر منو داری؟ تصویر شما رو ندارم. صداتون هم خیلی بد داری. ولی من صدای شما رو خوب دارم. بچه‌ها میخوام ببینم بچه‌ها صدای امید میشنون؟ حتما باید دقیق‌تر جلوتر فیلمو ببینید. امید جان چند لحظه صبر کنیم ببینید بهتر میشه. من یه ذره صحبت کنم. ببینید وقتی شما این صحبت‌ها رو گوش بدید جانم اینترنت شما خرابه. اینترنت شما خرابه. نه اینترنت من درسته. صدای منو دارین؟ صدا و تصویر منو دارم، تصویرت هم دارم. آره. خب من صدای شما رو ندارم. البته این قطع وصل میشه. آها قطع. نه اینترنت همه. ببین الان هیچ کس نتونستون بیاریم بالا. اینترنت اشکال داره امروز. الان هیچ کس نتونستم بیارم بالا. صداتون ندارم. کسی نتونستم امید بیارم بالا. امید یه ذره صبر می‌کنیم. حالا میارمت پایین. یه ذره صبر کنیم اینترنت بهتر نمیشه. خب یه ذره صبر بکنیم. ببینید بچه‌ها تحلیل یعنی این که شما قطعا همینطوره بچه رو بازیتون که تاثیر میذاره. وقتی شما بازیگر بزرگو وقتی تو اون موقعیت قرار گرفته و برای اون فیلمه و شرایط اون تحلیل بشه، درست تحلیل بشه براتون. اصلا منبع خوبی خیلی نداریم ما اینجا. بازیگری بزرگمان بچه‌ها خاطره نمی‌نویسن دیگه. اون کتابای خاطرهشون در نمیاد اکثرا که اون روز اون موقع چه شرایطی داشتن. ولی اگر تحلیل کنید خود شما و دنبال این قضیه باشید که یک بازیگر محقق بشید، ببینید چی میگم بچه‌ها، یک بازیگر محقق بشید. یه ذره بحث امروز من سر کلاس کردم برای شما میخوام انجام بدم ببینیم چی میشه. میگم سر کنم میشه بهتر میشه. اصلا سر کنم امیرعلی سر کنم امید سر کنم. من دارم میذارم صحبت کنم نمیشه بیارم تو بالا صحبت کنیم. چون من این فیلم رو میخوام بچه‌هام ببینن که برای چیزشون به درد بخوره، برای امتحانشون. ببینید یه چند تا بحث من میخوام الان انجام بدم اینجا. کسی که گوش میدن ببینم وارد بحث من میخوام بشن یا نه. ببین شما علاقه‌مند بازیگری هستید درسته؟ بله. اصلا روی سخنم با شما. شما با صحبت کن.
شما علاقه بازیگری هستی امیرعلی، شما علاقه بازیگری هستی درسته؟ مینا شما چی؟ شما که کارگردانی دوست داری. امید شما بازیگری دوست داری. قطعا باش. شما که بازیگری دوست داری و خیلی کسای دیگه بازیگری دوست دارن. چرا آدمای زیادی بازیگری دوست دارن؟ به این فکر کردید چرا؟ به این دلیل که بازیگری محبوب میکنه، مشهور میکنه، پولدار میکنه. ولی بعضی به این خاطر بازیگری دوست دارن این قضیه تو وجودشون وجود داره که برن جای دیگران قرار بگیرن، جای نقش دیگران رو بازی کنن. اینم یه دلیل دوست داشتن بازیگریه. اوکی. پس همه علاقه‌مند هر دلیلی هم شما بازیگری دوست دارید باز محترم، خط روش نیست. شما بازیگری دوست دارید، وارد این کار میشید، میخواید موفق بشید. ولی اینکه چجوری بفهمید آقا شما به درد ما کار می‌خورید یا نه خیلی اهمیت داره. اینکه شما صرفا یک چیز دوست داشته باشید از کجا میشه فهمید آیا شما به درد این کار می‌خورید یا نه؟ این سوال اول امروز جواب دادم کلاس. دو اینکه آیا چهره شما به درد بازیگری سینما می‌خوره یا نه؟ اینم سوال مهمیه دیگه، درسته؟ سوال برخیرتون شاید پیش اومده. چهره شما به درد بازیگری سینما می‌خوره یا نه؟ سه، آیا من با تلاشم میتونم بازیگر خوب بشم داخل سینما؟ یعنی آیا امیدی وجود داره که من تلاش کنم این چیزا رو یاد بگیرم بازیگر خوبی تو سینما بشم یا نه شانسیه؟ یا اینکه من احتمالش 190 یا احتمالش 150 یا احتمالش 110. این سوال مهمیه. من وقتم اگه بذارم تو این رشته آیا موفق میشم؟ من اگه وقتم بذارم تو اون رشته احتمال داره موفق بشم. تو این رشته چون آشنایی ندارم آیا موفق میشم؟ اصلا سوال میکنن آ شما کارشناس این رشته هستی؟ من میتونم موفق بشم؟ من به درد این کار میخورم؟ چهره من به درد این کار میخوره؟ سوال درستیه بچه‌ها. یک. دو، بریم بازی امیرعلی میتونم بیارم. امیرعلی ریکوست بده داری. خب شاید امیرعلی بشه اول شما چون اینترنت با جوونا بهتره. پس این سوالا رو من میخوام یه جواب بدم امروز بهتون اگه دیگه اینترنت خیلی داغونه. امیرعلی خوبی؟ بله. چطور تو میگم اینترنت با جوونا بهتره؟ امیرعلی فیلمو دیدی؟ نه. فیلم اگه یه بار اسمشو واضح بگیر من شاید دیده باشم نمیدونم. بابا تو پیجم زدم از هفته پیش سال زدمه. تو پیجم نگاه نمی‌کنی؟ استاد شما بگی. نگاه نمی‌کنی دیگه میشناسمت دیگه. آقا امیرعلی سوال من جواب بده. سوال منو. آقا تو برای اینکه بازیگر بشی باید چیکار کنی؟ بهش فکر کردی؟ بهش فکر کردی امیرعلی؟ آره. من فکر کردم وایسا. تو کنکور میخوای بدی مثلا میخوای پزشکی قبول شی. خب رقابت سنگینه درسته؟ کیا پزشکی قبول میشن؟ کیا موفق میشن؟ تو دو رقمی سه رقمی میشن؟ اونایی که یه کار ویژه تر کرده باشن درسته؟ بله. سالی نزدیک یکی میگفت این رقم نمیدونم چقدر درسته. میگفت سالی 3000 نفر، حالا 3000 نفر یه بحث ترش میکنیم. شما فرض کن 5 دانشگاه 6 دانشگاه بازیگری داشته باشیم تو ایران. بیشتر 10 تا داریم. 10 تا 30 نفر فوق التحصیل میشه چقدر؟ 300 نفر. 400 نفر. 400 500 نفر آقا لیسانس بازیگری تئاتر فوق التحصیل میشن تو لیسانس فقط. از دانشگاه آزاد مثلا دولتی آزاد. این 500 تا وارد سینما چون نمیشن کجان؟ الان 10 سال بازیگر سینما هیچ کس وارد نشده جدید. 15 20 سال بازیگر خانم، نه 10 سال در 12 سال بازیگر خانم جدید وارد نشده. این 300 400 نفر که وقتشون رو گذاشتن لیسانس گرفتن تو این رشته وقتشون رو گذاشتن دیگه. درست امیرعلی؟ بله. با هدف وارد این کار شدن، با انگیزه وارد این کار شدن. کجا این 300 400 تا؟ ما باید الان 300 400 بازیگر هر سال اضافه بشه به این مجموعمون. کجا؟ چرا یه دونه اضافه نمیشه؟ سوال مهمیه. قبول داری؟ بله. اصلا نظرم حالا من در حدی نیستم که بخوام جمع بشم. چرا در حدی نیستی؟ خیلی در حدش هستی. بله. نظر کنم 3 تا مشکل اساسی داره. 3 تا 4 تا نداره؟ بگو. استاد یه دونه مشکلش اینه که ما همین که الان شما گفتید ما بازیگر جدید نمیارم. مثلا بازیگری 20 سال پیش اومده. چرا اعتماد نمی‌کنه بازیگر جدید؟ دلیلش چیه؟ فکر کردی؟ نه دیگه به این فکر نکنم. چرا تهیه کننده بازیگر جدید نمیارن؟ آیا بازیگر خوب پیشون نیست؟ خیلی من میخوام راجع به این قضیه در صحبت کنم. شاید میترسن فیلمشو فروش نره بخاطر اینکه تازه یه سوال بپرسم ازت از خودت امیرعلی. اگه تو کلاس بازیگری رفتی درسته؟ درسته. اگه همسایه بغلتون چون میدونی تو کلاس بازیگری رفتی بیا سوال کنه امیرعلی جان این پسر من به درد بازیگری میخوره یا نه چی بهش میگی؟
استاد میگم خب باید بره کلاس یاد بگیره. من آها آفرین آفرین. راه داره هر چیزی. اگه بهت گفت این چهرهش به در بازیگری میخوره چی بهش میگی؟ میگم خب اینجوری که نمیشه، همینجوری آدم نمیگه من این چهرهش میبینی دیگه، چهرهش میبینی. ها اگه گفت آیا این اصرار بازیگری داره چی میش میگی؟ میگم خب برو پیش مثلا کارشناسی که اصرار تو رو شکوفا کنه. آفرین. خب حالا ببین امیرعلی، تو به بازیگری علاقه‌مندی؟ مثلا من 4 سالگی عاشق بازیگری بودم. خب این عشق از کی به وجود اومد در وجود تو؟ مثلا خب اگه بگیم خب میخندیم. چی؟ میگم اگه بگیم میخندیم. نه میخندم، برای چی بخندم؟ آخه خب یه کوچولو شاید خنده‌دار بشه. خب بذار بخندم دیگه، ولی تو یه جوون خسته بخندونی. بگو ببینم. یه روزی ما فامیل دورم جمع شده بودیم، بچه‌ها فامیل داشتیم من بازی می‌کردیم. خب بعد بچه بودن میگه اصلا اسباب بازی دوست داشتم اونجور چیزا. بعد ما دعوا میشد سر اسباب بازی. بعد من خودم رو جوری زدم به گریه کردن و مثلا ناراحت شدن. همه باور کردن، گفتم این واقعا ناراحت شد الان. خودت تعجب کردی؟ آره من اصلا باورم نشد که من چیکار کردم. بعد دیگه همینجوری هر روز با خودم تمرین کردم، با دیالوگ نمیشم برای خودم تمرین کردم همینجوری دیگه تو. آفرین. خوب حرف زدی. یعنی تو از اون روز به بعد شروع کردی بازی کردن تو خونه، با این با اون، اینو بازی دادی اونو بازی دادی. آره دیگه. مثلا با عروسک. آفرین. این خیلی خوبه. این دقیقاً تو عشق این کارو داری، لذت میبری از این کار. آره بله. این خیلی مهمه، از کاری که داری می‌کنی لذت ببری. یعنی تو از بازیگری علاقه‌مندی لذت میبری. خب حالا شما علاقه‌مند بازیگری، این درس هم رسیدی که خیلی علاقه‌مند بازیگری هستن، درسته؟ درست. خب تعداد ورودی هم که من دارم میگم بابا 10 سال یه نفر وارد نشده که خیلی کمه، درسته؟ بله درست. خب برای اینکه اون 10 سال هم اگه یه نفر وارد شد تو باشی، بعد چیکار کرد؟ برای کاری که کارستون، درسته؟ پس خیلی کار. اگه ما فرض کنیم علاقه‌منده بچه، اگه ما فرض کنیم علاقه‌منده سینما روی هرم قرار بگیرن، هرم میدونی چیه؟ خب اون رأس اون هرم مثلا نوید محمدزاده پیمان معادیه، اون بالای بالا. خب ولی همینطور که میاد پایین تا اون پایین یه سری هنرورا هستن اون پایین. خب این بینه کسی از یه نقش دوم بازی کرده، نقش سوم بازی کرده، نقش مکمل بازی کرده، همینطوری تا میاد اونجا که اون پایین هم یه سری عاشق هستن که سینه سوخته سینما، زندگیشون برای سینما بازیگری، سینما نمیگم، برای بازیگری گذاشتن و هیچ شاهدشون نشده. تو به این هرم بعد نگاه کنی، ببین اون هرم، اون رأسش اون آدم 10 میلیارد میگیره یه فیلم بازی میکنه، این پایینش هم پایین هرم هم یه سری آدم اصلا زندگیشون تو این کار گذاشتن، هنرورا دیدیشون یا نه؟ زندگیشون تو این کاره خیلی بشه، خیلی ناراحتن، خیلی اذیتن، بیمه ندارن، فلان ندارن. حالا حداقل اینطوریه. این هرم چجوری میشه رفت بالا؟ چرا اون پایین هرمن؟ چرا اون بالای هرمن؟ بعد فکر کرد دیگه. استاد به نظر من بله اینایی که وارد سینما نمیشن کسی رو نمیبینه چون که زورشون نمیرسه. آره یه سری هم میخوان وارد شن، زورشون نمیرسه. آفرین درسته. پس ببین ما چند تا دسته گرفتیم. اولا ورودی بازیگری خروجی زیاد داره. سالی 300 400 500 600 بعد میگن 1000 نفر بازیگر کارشناس بازیگری فارغ‌التحصیل میشه اصلا از دانشگاه. این یک. حالا آموزشگاه رو کار نداریم. آموزشگاه هست تهران 60 میلیون 50 میلیون 20 میلیون میگیره برای یه دوره. اینا اصلا پول دادن که نصیب بگیرن. خب از اون طرف ورود به سینما میبینید قصد چکونیه. یعنی چی؟ یعنی 10 سال 2 تا بازیگر وارد نشده. منظورم استاره ها. خب هنوز که هنوز گلزا با 45 سال 50 سال میگن استار بش، نقش جوون اول 18 ساله 20 ساله بهش میدن. چرا تو نداریم؟ داریم. پس چرا نمیان؟ چرا وارد نمیشن؟ این بعد این سوال جواب بدید تو اگه میخوای وارد این کار بشی. منطقش اینا، یعنی وقتی بخوای یه کاری بکنی بعد درست انجامش بدی. جان به نظر من وای چی رو خواستم بگم؟ یاد رفت فراموشی گرفتی؟ وای
خب حالا من به یه تصمیم بذار برسم اینجا وسطه. خب بفرمایید. آقا شما عاشق بازیگری هستی، بچگی بعد تا حالا من به عنوان مدرس تو و استاد تو میگم عزیزم جانم، تو اگه می‌خوای رشته موفق بشی بعد المان‌های لازم رو انجام بدی. یکی از ستون‌های اساسی دیدن فیلمه، دیدن بازیگری بزرگه. یک هفته من یه فیلم گذاشتم تو پیجم، گفتم اینو برید نگاه کنید. همتون هم میدونید آقا تاکسی درایور فیلم فوق‌العاده، بهترین کار اسکورسیزی، بهترین بازی رابرت دنیرو بچه یک ستون تو سینمای دنیا، یک ستون بزرگه. خب که بیش از 90 تا فیلم بازی کرده رابرت دنیرو بچه‌ها. 90 تا فیلم. این جزو فیلم‌های اولیه‌اش هم است اتفاقا با اسکورسیزی کار کردن. چه شخصیتی پیدا کرده؟ فیلم کاملا شخصیت محوره. چجوری تونست رابرت دنیرو به این کاراکتر برسه؟ بعد فیلم ببینید، یک تفکر کنید راجع به فیلم. دو آقا سینمای ما کمشی طوری نمیمونه که کارگرانه بهتری خواهند اومد توش و خیلی رشد خواهد کرد انشالله. بازیگریمون به اندازه کارگریمون رشد نکرده هنوز. خب اگه تو بخواد به اینجا برسی بعد این کارو رو بکنید دیگه. بعد یکیش اینه که برای اینکه خلاق بشی اثر هنری دیگران ببینی، یعنی بازیگران دیگه رو ببینی. حالا نمیبینی باشه نبین، اصلا اتفاقا نمیفته. از اون هرم میای پایین تا رسون پایین. خودت میتونی پله پله خودت ببری بالا. کاری که بعد ببین یه چیز جالبت بگم، این هرم همش لشکره. یعنی چی لشکره؟ یعنی تا یه ذره خوب باشی زود میری بالا. ببین نگاه به سیاهی لشکریان نکن. گفت مخرج نگاه به سیاهی لشکریان نکن، اینا الکیه. یعنی چی؟ یعنی تو اگه این کاره باشی، کار درست انجام بدی، از اینا که هیچی، از اون حسابی 1000 تا فارتحصیل دانشگاه تئاتر هم میزنی بالاتر. اگه بدون درست قدم برداری، قدمی درست. تموم شد. پس این زرنگی میخواد الان ببین داره چیکار میکنه. جانم ما هر کدوم اومد یادم. بگو. استاد به نظر ما من یادم بیه یکی گفته که شاید چون تئاتر میخونن سینما رو بلد نیستن. نه ببین بچه‌ها، اصلا چرا تو مملکت ما لیسانس بازیگری سینما نیست؟ به این فکر کردید؟ آقا همه جای دنیا، من تو دبی میخوندم دیگه، تو دانشگاه آمریکایی، آقا همه جای دنیا 5 تا گرایش سینما رو درس میدن تو دانشگاه سینما. گوش میدی؟ کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی، تدوین، فیلم برداری، بازیگری سینما. تو مملکت ما بازیگری سینما رو حذفش کردن، 4 تا گرایش درس میدن. از اون طرف بازیگری تئاتر آموزش میدن. بعد به شما میگن تئاتر میخوای کار کنی، تئاتر برو بخون. سینما میخوای برو تئاتر بخون دوباره برو. خب این یعنی دوباره کاری دیگه. یعنی که ما یه سری فارتحصیل بازیگری داریم، بازیگرای خوب درست، همشون درست بازی میکنن، ولی همشون سینمایی بازی نمیکنن، همشون جذاب نیستن برای سینما. به خاطر همین تهیه کننده میره میبینه انتخاب نمیکنه، چون که اینا اساسا یاد نگرفتن. یه چیزی بهت بگم امیرعلی، من به جرئت میتونم بهت بگم که آقا بازیگری سینما رو کاملا میشه یادش گرفت. هیچ کاری به استعدادت نداره. استعداد اهمیت داره برای خلاقیت، ولی شما بازیگری سینما حتی جذابیت تو سینما رو میشه یادش گرفت. کاملا قابل آموزشه. این من نمیگم، دارن کار میکنن، دارن تو آثار استودیو دارن انجامش میدن. خب کسی میخواد وارد بشه بعد تحقیق کنه ببین داره چیکار میکنه. ببین اینقدر بازیگری جذاب هست ما از جذابیتش نگیم بعد از سختیاش بگیم. بابا یارو بازیگر سینما میخواد سینما کار کنه، بود دارن زنگ میزنن آقا من فرصت بازیگری هستم یه نقش میخوام بگیرم، میاد من کات میدم جاش عوض میکنه. میگم چرا؟ میگه ببین طوری نیست. میگم بابا راکورد چیه؟ نمیدونم راکورد چیه. اولتاس بازیگری چون نخونده دیگه، دوباره رو سینما نخونده. حالا وارد میشه. الان شما گفتید من فهمیدم. بله چطوری؟ بله. خود شما تو آموزشگاه یه کله تئاتر درسته؟ من میگم تئاتر بعد من ارشد خودم تئاتر، ولی میگم بابا تو سینما کلی چیز در یاد گرفتن داره. اون رو رها کردی رفتی تو تئاتر کار می‌کنی؟ پس اینا رو کی باید یاد بگیری؟ دوربینی کی باید بشناسی؟ بازی مقابل دوربین تکنیکش باید کی بشناسی؟ جذابیت مقابل دوربین باید کی بشناسی؟ اینا رو رها برو هر کار کن. خب معلومه نتیجه نمیگیریم. نه دیگه بازی سینما نداریم عزیز من. این چند تا دانشگاه علمی کاربردی هم که ادعا شده دارن شهر درس کاملا بازیگری تئاتر دارن. الکی میگم بازیگری سینما. بازیگری سینما بعد 2 سال اولش مثل کارگردانی، مثل فیلمنامه، مثل تدوین و مثل فیلمبرداری 2 سال اول درسشون شبیه همدیگه است. یعنی شما 30% سینما رو هم اول یاد میگیرید. حالا یه دلیلی دارم بر حرفم اینجا جمعش میکنم. یه دلیلی دارم برای اینکه حرفام کاملا صحیحه. چیه؟ تمام بازیگرای بزرگ دنیا کارگردانی کردن. غیر از اینه
تو ایران مثال میزنیم براتون. تو ایران براتون مثال میزنم. آقا اگه نوید نکرده کارگردان نیستین، کاری تئاتر کرده ولی به زودی فیلم خواهد کرد. هومن سیدی از ایران، پناهنده، بازیگر کارگردان، پیمان مادی بازیگر کارگردان، حمید فراخجان بازیگر کارگردان، همه بازیگر خوب دنیا از اون ور مارلون براندو، آلپاتینو، رابرت دنیرو، همه‌شون 2 تا فیلم کار کردن. خب نمیگم کارگردانای خوبی ان، ولی کارگردانی کردن. یعنی چی؟ یعنی کاملا سینما رو میشناسن. پس بدون شناخت سینما بچه‌ها شما نمیتونید بازیگر خوبی تو سینما بشید. شک نکنید. من همین حرفاتون گرفتم به اینجا. اصلا میگم یه فیلم نگاه کنید، برید نگاه کنید قشنگ. خب چون بدون شناخت سینما بچه‌ها نمیتونید بازیگر خوبی تو سینما بشید. شک نکنید اینا. وقت خودتون تلف نکنید. برید صبح بشن اون صحنه تئاتر از این ور رها. ما بشید بازی برای بسیار معمولی. بسیار این خوبا که هستن، مثلا می‌بینی آقا فلان تئاتر کار کرده، تو از کجا می‌دونی سینما کار نکرده؟ از کجا می‌دونی استادش شاگرد خصوصی فلان استاد 6 ماه نبوده؟ چه می‌دونی؟ تو تئاتر دیدن کار کردن چیزی دیدی؟ میگی میشه بدون این کار کردن رفت رو دوربین سینما. من می‌خوام اینو بگم، یاری میگه که تو ذهن عوام ما کلام باز تئاتر کار سینما خوب بشه. آقا تئاتر اسکریپت تو خوب می‌کنه قطعاً، من می‌تونم راجع به جفتش نظر بدم دیگه. جفتش خوندم. ولی کفایت نمی‌کنه. آقا کفایت نمی‌کنه. تو شما سینما رو نفهمید چی به چیه، یعنی در حقیقت کارگردان سینما رو ندونی، بازیگر خوبی نمیشی. تموم شده. این خیلی اهمیت داره. پس حالا اگه بخوای اینا یاد بگیری، خیلی درس باید یاد بگیری. کلی مطلب باید یاد بگیری. کارشناسی‌های هنر، عملی کارشناسی سینمایی که کارشناسی پر از مطلبه. چون خود تدریسش دنیاییه. مثلا من آموزشگاه شما تشریف داشتی، یاد میاد؟ پدر خودم در آوردم یه لپتاپ به من بدم، به شما تدوین یاد بدم. نه. پدر خودم در آوردم یه دوربین من بدم، چون دوربین با شما کار کنم. یاد میاد؟ ولی خبری نبود، چون همه تئاتر. خب من برام نمیاد تئاتر که من خودم عدد ماشین خوندم نشد. ولی بدون اونا جواب نمیده. آره اینطوریه. استاد به نظر من الان شما میگید که اون زیر هرمیان نمیتونن بیان بالا. الان کجایی؟ تو کجایی؟ زیر هرم نمیگن نمیتونی بیای بالا، میگن اگه اینا رو کار کنیم میتونی بیای بالا. نه من اصلا کلا من چیز دیگه دارم. یعنی اونایی که نمیتونن بیان بالا که برن تو سینما، به خاطر اینکه همین چند روز پیش خودتونم داشتید میگفتید که خیلی هستن میگن تو بیا 50 میلیون بده، من 100 میلیون بده، من خوب بابا اینم جواب نمیده. ببین آقا امیرعلی اینم چیزیه. نه اینطوری نیست. اصلا اینطوری نکن. اینم شایعاته. هیچ کدوم فیلم‌ها با 50 میلیون بازیگر شده. چرا قدیم 2 تا بود ولی الان رو یه فیلم 8 میلیارد خرجشه. 50 میلیون به کجاش میرسه بزنه فیلم نابودش کنه تهیه کننده؟ اصلا برای چی باید کاری بکنه؟ یه فیلم 8 میلیاردی 10 میلیاردی چقدر میخواد از طرف بگیری که بره تو بازی کنه؟ جواب نمیده. اینم دیگه یه روزی جواب میداد. خب یه مردم که نمیدونن یه نمیاد پول بدن که دقیقا. خب وقتی که یه امثالای مثل اینا هست میان با سینما رو خراب میکنن. من که استعداد دارم ببین درسته خراب میکنن، ولی ببین من به شما میگم اگه شما کار خوب باشه عین آب که راه خودشو پیدا میکنه قطعا میاد سراغ. چون که بازیگر خوب نداریم اصلا. کسی که بازیگر خوبن ببین که پروسه 2 ساله حداقل فشرده. یک پروسه 2 ساله فشرده که شما شب با عشق سینما بخوابی، صبح با عشق سینما بلند شی، این وسط روزم کلی کار سینمایی بکنی، 2 سال پشت سرم کار کنی، تازه آماده میشی بری اول فیلم تو بازی کنی، فیلم کوتاه مثلا. خب پس این پروسه سنگینی آموزشش. پس آموزش ناقصه. من نظرم اینه آموزش ها ناقصه. نظرم اینه. من این حالا کتاب تو دلت بخواد تو بازار هست، منتها کسی با خوندن کتاب بخونه که هنرمند نمیشه که. من میگم که آموزشگاه دارا، کسی که آموزشگاه دارن باید یه نگاهی به این قضیه داشته باشن که آقا این چیزی که بچه‌ها ما دارن یاد میگیرن چیه؟ برای چی میخوان چیکار کنن؟ این تحلیلش میکنن یه بار برای خودشون. تو متأسفانه آموزشگاه دارا این کاری نیستن دیگه. فقط یه جایی گرفتن یه چیز دیگه براشون تصمیم میگیرن. متوجهی؟ بله. استاد میدونید که بازیگر جان ویک یه بازیگریه که خیلی مردمی و همیشه با اتوبوس میره و همیشه با اتوبوس کی بازیگر جان ویک. جان میدونم چی میگی تو. اسم خوبی هم داره. ببین اساسا اونجا این سلبریتی ها همه جای دنیا سلبریتی هم. مثلا مملکت ما دیگه خیلی سلبریتی ان. دقیقاً. آره
بعضی سینما اینا همینه. مثلا یه خانم رد میشه از کوچه، آقا ازش آدرس می‌پرسه میگه فلان جا کجاست، بعد همون خانومه پس فردا 5 تا بادیگارد دور خودش میشینه. خب اصلا حالا کار بیرون نداره، مثلا اهمیت نداره برای من. نگاه کن من میگم که بادیگارد اصلا میگه چی کاری اون داره. خب مملکت ما یه فرش قرمز نبوده تو وقتی برای سینما. فرش قرمز تعمیر زیبایی سینما اونجاست. ببین من میگم که من اعتقادم اینه بازیگری سینمای مخالف ضعیفه و باید قویه. باید آدم نسل جدید رو قویش کنن، ویژه ترش کنن. چرا میگم ضعیفه؟ دلیل دارم. میگم ما بازیگرا فقط یکی دو تا ژانر بردن کار کنن، ژانر تخیلی اصلا نمیدونن چیه، ژانر فانتزی نمیدونن اصلا چیه، ژانر نوار نمیدونن چیه. آره ژانری که اصلا ژانر ویژه نمیتونن کار کنن، چند ژانر خاصه. خب و اگه ما بخوایم سینما روش کنیم بعد سینماگرامون ژانرهای دیگه رو بسازن. خود ژانر ترسناک. خب همین بحث این حسابی سخت سینما ترس دیگه، ایجاد ترس. همین ترس اگه طرف ندونه چه کار میکنه موسیقی میشه. دقیقاً یه سریالی که نمیدونم یه سال پیش بود، همین شبکه نمایشخانگی آوردش بیرون. ترسناک بود، دیدم که میگه. آره ترسناک بود. آره اصلا ترسناک جن اینا بود دیگه. جن بود. آره جن اینا بود. آره استاد یه ما اصلا همون جن نداریم دیگه. ببین ما اصلا زامبی نداریم الان. آخه چرا ما نواز زامبی داشتیم؟ من دارم زامبی میخواد تو فیلم‌ها. خب امیرعلی مرسی، من تو رو ولی حرف خودم زدم. مرسی، همیشه ازت سوء استفاده کردم. تو چیکار می‌کنی الان؟ میری آموزش کنی؟ استاد تعطیل هستم. آره راست تعطیل. باز باشم نمیرم. تعطیل. نه بابا آره خطرناکه تعطیل. ولی خب ببین دیگه واکسنش هم داره میاد دیگه، خدا رو شکر. درست میشه دیگه. بیاد ایران 2 سال طول میکشه. میاد بالاخره که میاد. همین که درست شده میاد، خدا رو شکر. اوضاع ما عمرمون تموم میشه بعد این کاری که بخواستیم نکردیم. خود من انسان می‌خواست فیلم بسازم نتونستم دیگه تا الان. و ان شاءالله حل بشه. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم به خاطر فیلم بخوام بسازم و بعد بگن نمیتونید مثلا تو اتوبوس فیلم بسازید، بخاطر که مردم مریض میشن. خیلی عجیبه. مرسی امیرعلی. دست اخلاقی از این حرفای من چی بود؟ که برو این فیلمایی که من میگم نگاه کن بعد. بله. اصلا خیلی دوست دارم امیرعلی هفته بعد بیای اون فیلمی که من گذاشتم بیای راجعش حرف بزنی. آرزو به دل ما موند. چطور؟ میگم آرزو به دلمون موند تو بیای بالا راجع فیلم حرف بزنی. استاد ما بریم فیلم رو می‌بینیم، شما نمیارید بالا. حتما میارم بالا. خیلی دوست دارم تو نمایندگی از سن خودت، بچه‌ی سن خودت فیلم ببینی و خیلی کارشناسی صحبت کنی. میگی مهدیاری دیدم شاگردم بود تو پاریس دیگه. خب و کارشناسی صحبت کنی و بچه همسن‌سالت رو ببینن میشه. همسن‌سالت هم فیلم ببینه و کارشناسی صحبت کنه. این کارو می‌کنی امیرعلی برای من؟ استاد ببخشید نت ایران شو پرسرعت نه میگم این کارو می‌کنی تو؟ هفته یه فیلم نگاه می‌کنی نقششو تعیین می‌کنی یه بگی والا دو تا جمله حرف بزنی راجبش؟ باش استاد باش. ببین جلوی 160,000 نفر داری، جلوی 160,000 نفر داری قول میدی ها؟ باش استاد. فقط استاد توی این بازیگری فرجی میذارید یا توی اون یکی پیجتون؟ چرا توی نمیاد؟ این لایو میذارم من. نه میگم اون فیلمی که میخواید نقد کنیم تو این پیج من برای تو جداگونه میفرستم اصلا. خوبه جداگونه تو واتساپ برات میفرستم. خوبه اینطوری؟ باشه پس هفته دیگه برات میفرستمش. کاری نداری؟ ببین تو میذارم تو الگو میشی. ببین چرا؟ وقتی ببینن امیرعلی اومده بالا آقا با این سن داره راجع به فیلم صحبت می‌کنه، فیلم به این مهمی اصلا ببین خیلی ویژه میشه. بله. اوکی سوالی نداری؟ صحبتی نداری؟ استاد یه سوالی داشتم. بگو عزیزم بگو. در مورد بازیگری بود. استاد مثلا ما بریم تو درآمدش چی؟ گفتی چی بازیگری؟ گفتی درآمد؟ متوجه نشدم. نه گفتم این سوال در مورد بازیگری دارم. بفهم خواهش کنم. گفتم استاد ما بریم تو سر صحنه فیلم بعد قرارداد امضا کردیم، همه کاراشو کردیم، وسط صحنه کارگران اصلا ما رو عوض میکنه، یه بازیگری عوض میکنه. عوض کردن بازیگر اصلا به صلاح کارگران هم نیست. وقتی از پلان گرفتن پلان قبلی بعضی رو بگیرن. پس اگه تو خیلی بد باشی عوضت میکنن، اینو مطمئن باش. با تو دشمنی کسی نداره. این وقتی بازیگر عوض میشه که خیلی بد باشه. وقتی بازیگر اصلا پلان رو گرفتن که اصلا معلوم مسافر نیست تو رو عوض کنن که دیگه بیارن. ببین حالا چی شده که عوضش کردن طرفو. مثلا
مثلا این اگه اصولا تو سینما وقتی یارو بمیره این اتفاق میفته جان. استاد نکنید به قول خودتون ایران کلا دو نوع ژانر داره، یه دونه اجتماعی، یه دونه هم کمدی. سه تا ترجمه برای خود ژانر اصلی نیست. بله. الان تو این ژانر کمدی مثلا خب آدم خنده‌اش میاد دیگه، شاید فیلمنامه جوری باشه که مثلا اسمش روشه کمدی، بیننده بخنده. خب آره اون خیلی ویژگیه، خیلی خاصه اون. ببین نکن اصلا با ژانر کمدی نمیگم، ژانر کودک نوجوانی که مربوط به سن خودت میشه، همین هم کار دیگه نمیشه متاسفانه اینم دیگه کار درست نمیشه که بچهای مردم یه فیلم خوب بیان ببینن، یه فیلمی که امید توش باشه و بچهای مردم امیدوار بشن به ادامه حیات. خب امیر جان من تو رو اجازه بدی ببرم پایین و اینکه بچه‌ها بیان راجع به فیلم صحبت کنیم. پس قول بده هفته دیگه راجع به فیلم من برات تو واتساپ بفرستم، برید تحقیق کنید بیا با هم یه چالنجی داشته باشیم. باشه؟ باشه. من سوال می‌پرسم. تو واتساپ واسط میگم باشه. باشه. زنده باشی قربونت برم. خب یه چیزی بچه‌ها بیاریم بالا صحبت کنیم با هم راجع به فیلم. بکنم اینترنت بهتر شد. یه حرف زدم میذاره که اینترنت بهتر بشه. امیر علی، اصل، امید، مهیار، مینا، علیرضا. بچه که سوالی هم دارید من بتونم کمک کنم جواب بدم در خدمتتون هستم. خب شما خوبید؟ سلام استاد. سلام، شما؟ حالی شما خوبی؟ مهسا هستم. حالی شما چطوره؟ خوبی شما؟ ببین من صداتو دارم، میتونی چند تا جمله راجع به فیلم صحبت کنیم؟ جانم؟ میتونی چند جمله راجع به فیلم صحبت کنیم؟ بازی فیلم؟ من فیلمو ندیدم، من ساکن آملم، الان مشهدم، راستش موقعیت نشد که نگاه کنم، فقط چند سوال داشتم. با حرفا موافق بودی؟ راجع به اینکه آدم بله 100%. بله. اوکی من در خدمت هستم، بفرمایید. من حدوداً 50 خورده سالمه، بعد خیلی علاقه شدید به بازیگری و اینا هم داشتم، الانم در حال حاضر کلاس بازیگری میرم، البته تو آمل. آمل خوبه. خب بله الان در حال تمرین 2 تا تئاتر هستیم، یه فیلم سینمایی. یه سوال دارم ازت. وایسا. تو در حال حاضر در حال تمرین 2 تا تئاتر هستی، آره؟ بله. خب اون چیزی که یاد گرفتی تو آمل چیه؟ بازیگری تئاتر بود یا سینما؟ من خودم که بازیگری سینما رو دوست دارم، ولی الان که مثلا مدرکی گرفتی تو چی نوشته؟ سینما یا تئاتر؟ من دوستم بازیگری سینما باشه. ولی اونی که یاد گرفتی تئاتر بوده؟ نه من کلاس بازیگری میرم، ولی خب الان در حال حاضر که داریم تئاتر کار میکنیم. نه من منظورم اینه، بذار دقیق بگم خانم، شما بازیگری تمرین میکنی کلاس میری، دوربین هم میارن سر کلاس؟ دوربین که یه بار بیشتر همیشه باید باشه. تو کلاسه من همیشه دوربین سر کلاسه، نور باید سر کلاس باشه. من میخواد آره من همین سوالم بود که به جای نیست. جانم؟ پس سینما یاد نمیگیری، داری تئاتر یاد میگیری؟ نمیدونم به خدا، من همین سوال دارم که آیا به جای نیست؟ ببین کن شما کاری که داری انجام میدی قطعا تو همون هم اصلی میرسی، ولی اون کاری که داری انجام میدی یاد میگیری این نیست که سینما نیست، تئاتر. خب بعد قطعا تئاتر همون که داری میگی، تو تئاتر داری تمرین میکنی، اصلا داری میگیری. قطعا بار اول سر صحنه فیلم قطعا فیلم خراب میکنی، چون که یاد نگرفتی اصلا. وقتی یاد نگرفتی میخوای چی انجام بدی؟ پس بعد اون یاد بگیری. ببین تو کلاس بازیگری سینما از دقیقه اول بعد دوربین باشه و ابتدای بچه‌ها جلوی دوربین زده بشه. زدی و بچه‌ها اون ابتدای تو دوربین تو فیلمشو ببینن و فیلمو ببینن رو اون قاب تصمیم گیری بشه. اگر شما کلاس روی صحنه سن داری قطعا داری تئاتر کار میکنی دیگه. خب اینا همین حرفی که زدم با هم فاصله دارن این مقداری، ولی تئاتر کار کردن یه چیز قوی میکنه. ولی حس قوی میکنه، خیلی مزیت‌ها داره، ولی تو آموزش من اعتقاد دارم وقتی داری آموزش می‌بینی باید تفکیک کنی از هم دیگه. اگر سینما داری ببینی تئاتر کار نکنی فعلا تا آموزش تموم بشه. خب و چون این چیزای اینا با هم مشکل دارن. مثلا چی؟ مثلا این شما داخل تئاتر کاری با چشماتون نداریم ما.
بازی تو چشماتون دیده نمیشه اصلا. در صورتی که مهمترین بازی تو سینما بازی با چشمه. البته که من جلوی دوربینم تجربه کار داشتم. تجربه نه، آموزش منظورمه. تجربه به کار ما نمیاد فعلا. اول آموزش دید. ببین شما با صبر کنن که بشه. فقط جلوی دوربین بود. منظورم که سرنوشتی رفتی خودت دیگه. کسی وقت سرخوردن نداره که بخواد شما توضیح بده، درسته؟ درسته. پس شما سرنوشتی موقع اجراست دیگه، موقع آموزش نیست. من اجازه به هیچ کس نمیدم که از فیلم من بخواد چیز یاد بگیره. فیلم من خراب بخواد بکنه که چیز یاد بگیره، میشه هم چیزی. اصلا با شما کارگردان راجع به چیز دیگه صحبت نمیکنه که بخواد یاد بگیری. موقع یاد گرفتن سر کلاس، استاد سر کلاسه. شما تو کلاس هستی. الان من دسترسی ندارم به کلاسای یاد شما بالاخره اومدین اینجا من راهنماییت میکنم. شما تو یه تلفن تو واتساپ به من یه تماس بگیر، خودتون معرفی کنم، من بهت میگم چیکار کنید. من کتابت معرفی میکنم، یه کلاس آنلاین خودم بهت معرفی کنم، نتونستی تو کتابت معرفی میکنم، نتونستی تو یوتیوب میگم برو فیلم‌ها رو ببین. یا یه کاری میکنیم که راه بیفته دیگه نمیشه. ممنون استاد. ممنون. در خدمتتون هستم. زنده سوال دیگه ندارید؟ می‌کنم لطف کردید. قربون شما. تو واتساپ شماره من اونجا هست باشه. یه تماس با من بگیر، یه پیام من بده. چجوری؟ تو پیجم هست. شماره ندادم. تو پیجم من تو پایینش نوشتم. بله؟ تو پیجم نوشتم اون پایینش. باشه نگاه می‌کنم. ممنون. آره ببینید پیداش می‌کنید. زنده باشی، اشاره که موفق باشی. قربون شما. خوشحال شدم سوال کرد. خب بچه یکی بیاد راجع فیلم صحبت کنیم بذاره. میاد ببینم تصویر بهتر شد. صدات هم بیاد خوبه دوست دارم. سلام. میرم خوب شد بهتر شد. بالاخره این تو زندهش میاد جان. میاد تو سه درست میشه نگرانش نباش باشه. انشالله خوبه. خب شروع کنیم فیلمو. شروع کنیم. و کجا می‌خواید شروع کنیم؟ شما شروع کنید. من این چیزایی گفتم شما شروع. خب من در مورد دنیرو بگم شما میگید. یه چیزی بگم میرم قبل که به این حرفامو که زدم به امیرعلی موافقی یا مخالف؟ من با همش موافقم. شما هم تجربه دارید هم آموزش. نه من دیگه نسل چیدم الان الان دیگه دردم داره میاد. ببین چه میگم؟ چه دردم میاد؟ میبینم تا طرف عمر بشه تو این کار. لیسانس بازیگری گرفته. تو نمیری که تا بازی سینما بخونه. میخواد سینما بره موفق بشه. خب بابا دوستای خودم منو. حالا من یه چیزی بگم. جلسه پیش داشتین در مورد کوچه بینام صحبت می‌کردین. گفتین اون پسره هست که نقش اون حالا عاشق پیشه رو بازی میکرد، خیلی هم بازی کرده، خوشتون نمیاد ازش. من؟ اصیل؟ آره گفتین هم پسره هست که خیلی هم بازی کرده، نقش همین پسر پانتا بهرام بود. فهمیدی. خب من یه صحبتی که دارم در مورد اینکه چرا بعضیا با اینکه حالا تلاش میکنن نمیدونم که بعضی نمیگیرن میبینن دست و پا میزنن، شخصیت جالبی واقعا بعضیا ندارن. یا نه آقا اصلا چرا اینو میگی؟ ما الان بازیگران رو تو استارن من از مثال بزنم برات چند تایی. یعنی پسره هستش که یه مدت کت شما تبلیغ می‌کرد. اسمش چیه؟ آرمین. این نداره پتانسیلش آقا. نداره. چای آب نداره این. کل پسا داره. ولی این نمیشه نوید محمدزاده. نه خب مثلا جای خودشو داره. ولی جای خودش نداره. آقا جای خودش نداره. من میگم این سینما یه چیز دیگه میخواد. بازیش نداره اون قابلیت رو. باید فعلا کار نداره اما بازیش. ببین مثلا بلفر یه چیزی به میگم طرف میاد میگه من عوض چشمای طرف نگاه میکنم. چشماش من چطوره؟ چشماش کجاست؟ جلو عقب؟ این چیزی که تحت‌تر باشه کمتر میشه احساس انتقال داره. چیزی که جلوتر باشه راحت‌تره. این اول نکتهش. چش درشتر باشه راحت‌تر میشه انتقال داد احساسات. تو سینما امیرحسین آرمان. دفعه دیگه امیرحسین آرمان خب و نیوشا زیغمی. اگر نیوشا زیغمی درست آموزش دیده بود بازی بسیار خوب میشه. این دست و پا داره میزنه. من به شخص روی شخصیت بازیگرم خیلی تاکید دارم. قطعاً اون شخصیت کجا میاد؟ از مطالعه شروع میشه. درسته؟
یکی از مطالعه. من فکر می‌کنم تجربه زندگی هم خیلی مهمه. تجربه زندگی ببین تو وقتی تجربه کردی که دیگه تجربه کردی که دیگه موقع اجراست. خب مثل اون خانم که الان تمام گفت من دارم سر صحنه بازی هم رفتم. تو بری سر صحنه فیلم بخوای تجربه کنی، ببین تجربه می‌کنی ولی فیلم یه بابای نابود میشه این وسط. نه منظورم تجربه زندگی شخصیشونه. شخصی آره. زندگی شخصیشون ولی به کسی ضربه نزنی. امیرعلی نمی‌تونی گفت چرا؟ بریاشون جذابن. امیرعلی میگفت آره دیگه یادم روز اول کلاس عکاسی من حرفو میزنم میگم از صبح بیدار شدی چی دیدی یادت مونده؟ یاد میاد؟ بله یادم. یعنی چیزی میگم. اینو برای چی میگم من که برای اینکه تو چی سیو کردی، چی رسوخ کردی امروز روز گذروندی. خب بریم سراغ فیلم. رابرت دنیرو تاکسی درایور. رابرت دنیرو که به نظر خوب بازی کرد. این فراستی در موردش خیلی بی‌انصافی کرد، گفت که بدترین بازی شده. کی گفت بد بازی کرد؟ فراستی میگفت که فراستی تو این نگفت، تو این فیلم نگفت. داخل فیلم چیز گفت. آخرین کاره. درایورم گفت؟ ای بابا. درایور گفت افتضاح ترین. این نشیده بودم من. نه من فکر کنم آخرین کار اسکورسیزی گفته. نه اونو که جدا گفت. اتفاقا من آخرین کار اسکورسیزی اینقدر دوستش دارم. بگم وقتی بیکار میشم. خب دیدی آخرین کارشو؟ نه همین آخرین کاری که رابرت دنیرو توش آلپاتینو توشه. آره. ببین من هر وقت بیکار میشم، هر وقت میخوام استراحت کنم، هر وقت میخوام به یک موضوعی فکر کنم، هر وقت که میخوام خوش باشم این فیلمو میذارم نگاه. خب پس نمیدونم چرا این استرس بیشتر دارم. خب برو. دنیرو که اول فیلم یه کمی من خیلی خوشم اومد از این روند رشد شخصیتی که از اول فیلم تا آخر فیلم ما مشاهده میکنیم. اول فیلم یه آدم نکس رو بازی میکنم، من از دید یه زن میگم، چون که توی اول فیلم داریم میبینیم که نمیتونه با جنس مخالفش ارتباط برقرار کنه. مشکل داره اصلا. آره. بله مشکل داره و نمیتونه و اونجایی هست که تلفن میزنه به اون دختره و دختره چیزش میکنه، ردش میکنه و بعد اون راه رو نشون میدن. خب از اونجا به بعده که این کم کم دیگه روندش رو برمیگردونه. حالا اونجا اون تیکه اولی که نگاه میکنی یه آدم خیلی ساده یه کمی ابله میزنه، ساده یه کمی خنگ میزنه، بعد نچسبه، ولی اون خانم که نچسبه تو بیشتر قبول دارم، چون که این از جنگ برگشته و نمیتونه با جامعه قاطی بشه. خب ولی خیلی قشنگی نچسبودن بازی کرده و اونجایی هست که توی کافه با خانم نشسته و دختره بهش میگه که تو خیلی مهربونی ولی یه کمی خشنی، همچین کلمه‌ای بهش میگه. خشنی و واقعا این فقط دیالوگ نیست، یعنی خشونتش مخفیه. اصلا داره صحبت میکنه در مورد همکار اون زنی. خشونت داره، خشونت ذاتی داره. میشه دید. ببین چقدر بازی جالبی کرد رابرت دنیرو. وقتی هیچ خشونتی نداره شما خشونت حس میکنید تو وجودش. این خیلی پیچیده است. این خیلی پیچیده است. اینا شما یه بازیگری آره بدون پیش زمینه قبلی تماشاچی نداره. تو این فیلم اولش هم هست. ببین دومین کارش با اسکورسیزی، اولین کارش شکست خورد خیابان‌های انتیکی بود. این دومین کارشه که با اسکورسیزی کار کرده. دقیقاً نمیدونم حالا بعد از کاری اسکار بود یا قبلشه، ولی دومین چندمین کار مهمیه جز چند تا اوله. هنوز رابرت دنیرویی که الان این ستونه نشده. خب ولی چقدر پخته بازی میکنه. اصلا خود جنس اصلا خیلی حالتاش پیچیده است. اون خستگی چشم، خنده‌هاش، میخوام راجع به خنده‌اش صحبت کنم. لبخندش. ببین اگه تو تصور کنی یه نفر دیگه بذاریم جای این، مثلا دنیل دیویس رو بذاریم جای این خنده ها رو نداره. این خنده ها رو نداره. ولی خنده های آلپاتینو نگاهش همه چیز جبران میکنه. یعنی با چشماش کاری باز میکنه که این خنده های دنیرو اونجایی که تصمیم میگیره، مثلا توی اون ماشین نشسته تصمیم آره خیانت شده، خب بعد داره به پشت سرش از تو آینه نگاه میکنه یا به اون از ذهنش خطور میکنه که خب پس کشتن هم یه راه حله. این خیلی جمله مهمیه. کشتن یه راه حله. ببین آقا میرسه به این جمله، قبول داری؟ مثلا میبینی این رسیدن، این رسیدن رو میبینی. این خیلی مهمه. البته دیگر این کارگردانی و فیلمنامه درست هم پشتشه.
که شما این رسیدن به یک هدف رو می‌بینی. آره حالا ببین این چقدر پیچیدگی داره. این از اینو بگم این چقدر بازی پیچیدگی داره. قطعا هم خودش هم اسکورسیزی میدونستن قراره به اینجا برسن. یعنی این تو اواسط فیلم یعنی دقیقه چنده که برسه که خشونت راه حله، کشتن راه حله، خون راه حله. خب و تو قبول میکنی ازش این حرفو. این خیلی مهمه. من این سکانس دنیرو رو خیلی دوست داشتم توی ماشین که با این آقا داره صحبت میکنه. تک تک لحظه‌اش فکر کنم این خیلی جالب تو دیدی اینا. اصلا این سکانس انتخاب نمی‌کنم از سکانس میجر اصلی، ولی خیلی خوب دیدی تو. اون سکانس آینه رو بیشتر فقط آینه نیست، داره فکر میکنه به پنجره. آره زیاد است. ذهنش خطور میکنه. حتی یه جایی جودی فاستر هم داره. جودی فاستر در مورد جودی فاستر خب فکر کنم اولین یا دومین بازیشه. خیلی هم به چشم اومد با اینکه سن کمی داشت. خیلی خوب بازی کرده. خیلی خوب بازی کرده. اصلا هم بهش نمیخوره یه دختر نوجوان باشه. نه نمیخوره، ولی حد نوجوانه. همسن خودشه. 12 سالشه. نه 14 سال کنم. 14 سال؟ نمیدونم. حالا ولی کم. یه چیز جالبه بگم اینا برای اینکه این صحنه‌ها رو بگیرن خشونت آمیزه میرن از اداره فدرال اجازه میگیرن. این چیز جالبه. یعنی تو یه بچه قراره یه کاراکتری بازی کنه که خیلی خاصه اجازه و پشت قضیه. البته انجیو ها بعد از این بازی جودی فاستر تو خیلی یاد گرفتن و جودی فاستر بعد گفت این من حقم اسکار بوده چرا ندادم. خب یه کمی تو اون سکانس آخر هست که جودی فاستر آدم‌ها رو میکشن. من جودی فاستر نمیدونم، فقط گریه میکنه. ببین یعنی خوب بازی کرده. حداقل یه ستاره هم حق شد دیگه. جودی فاستر ببین اگر این جودی فاستر نبود اون جودی فاستر سکوت برا وجود نمیومد. من اصلا یه ستاره دیدم حالا. آره آفرین. تاکسی درایور داره جیغ میزنه من ستاره. نه انقدر ببین ستاره به دنیا اومده. خیلی جالبه. ببین این از اولین کارشه. من فکر می‌کنم دومین کارش هم باشه. اولین کارشه. آموزش بازیگری هم به اون شکل نیده. آموزشش میدن آمادهش میکنن برای این کار. انتخاب درست بوده. فقط که کسی مثل رابرت دنیرو و یک فیلمی بازی میکنن که شما هر وقت فیلم می‌بینی پیچیدگیش رو حس می‌کنی. بله همینطوره. حالا جودی فاستر من بازیشو خیلی دوست داشتم، مخصوصا تو اون کافه که داره با چیز صحبت میکنه، با دنیرو صحبت میکنه. همون که میخواد قیافه بزرگتر داشته باشه، حرفای بزرگتر بزنه، این نقابشو برمی‌داره، اون معصومیت. آره. اون حرفای گنده تر از دهنش هم که میزنه. آره. اصلا همه چی بزرگه برای تو. میخواد. اون لاتولوتیشو مثلا می‌بینیم ترکیبی از همه اینا می‌بینیم. من اون صحنه‌شو بیشتر از بقیه صحنه‌هاش دوست داشتم. وقتی میگم بازیگر خودش با شخصیتش جذاب باشه برای همینه میگم خودش. خب بذار یه بحثی بزنم. یه صحبتی بکنم. میگی بازیگر خودش شخصیت جذاب باشه، من میگم که جذابیت هم میشه یاد گرفت. اینو میخوام جوری صحبت کنم که یه عده ناامید بشن از این کار. آقا اصلا اینطوری نیست. میشه یادش گرفت. میشه ترمیم کرد. جذابیت چهره و حرکت و اندام و نمیدونم اتیکت داشتن و اینا و جلوی تلویزیون یا دوربین چطوری جذاب به نظر اومدن. شاید برای شخصیت شما چی کار میخوای بکنی؟ دنیرو اگه دنیرو وقتی توی مثلا و همون یه چیزی بگم یادم اومد. دنیرو داخل این فیلم خود دنیروه به نظر من. موافقی با من؟ خود دنیروه. یعنی این دنیرو اصلی اینجاست. نمیگم اون خشونت اگزاجره خشونت داره تو وجودش نه. ولی خیلی به نظر من این کاراکتر به دنیرو نزدیکه. 40 دقیقه اول داره بازی میکنه خب و اون حسا رو نشون میده. خب بقیه‌اش بله ما این تو فیلم‌های دیگه این زندگی میکنه. اساسا قبول میکنی. ببین اینقدر این فیلم رو من چیز کرد تاثیر گذاشت که من نمیتونم دنیرو جدا از این کاراکتر بکنم. همیشه احساس میکنم دنیرو خود همین آدم است. بهترین بازی دنیروه. ببین 90 تا فیلم مهم بازی کرده دنیرو. خب 2 تا اسکار مهم گرفته. گاو کشتی هم به زودی ان شاءالله صحبت می‌کنیم راجعش. اصلا این کارگردانه فوق‌العاده است. ولی این بازی به نظر بهتر از همش به نظر من. بازی خیلی خوبی کرد. خیلی فاصله داریم ما با این بازی خیلی فاصله داریم. من از این دوست دارم مثلا یه روزی بازیگر ایرانی بشه. خب ببین ما اوج بازیمون نخت علامون خب آقای شاه حسینی تو سکانس‌های فیلم فروشنده می‌بینیم که پیچیدگیش واقعا اینقدره. یعنی این پیچیدگیش کجاست؟
ببین چقدر چه ظرفیتی باید داشته باشی که این بتونی این اجراش کنی، درش بیاری. یه جاهایی مثلا تو فیلم فروشنده من میبینم که کارگردان داره میچره بازیگری اضافه میشه، یعنی معلومه که کارگردان گفت این کارو بکن، رد پای کارگردان تو بازی میبینیم ما. یعنی اصلا تو رد پای اسکورسیزی نمیبینی، یعنی که اسکورسیزی ببین اینو به ثابت کنه تو تیتراژ بهت میگه دقیقاً. شما میبینید فیلم تا شروع میشه رابرت دنیرو بزرگ میاد اسمش بعد میره تو اتوبانه، یعنی که میخواد بگه که آقا همه این فیلم رابرت دنیروه. دقیقاً منظورش اینه. آره ظرفیت رابرت دنیرو رو توی هر سکانس می‌بینی که چند تا حالت پیچیده داره. آره خیلی فکر با هم داره، ساده بازی نمی‌کنن. یعنی وقتی ناراحت فقط ناراحت نیست، خیلی دسته خیلی برای آموزش خوب برای بازیگران. یعنی بازیگرا اگه بخوان این فیلمو با دقت برن دوباره نگاهش کنن، اینقدر این فیلم زیاد از این چیزا داره، یعنی اگه بخوام بشینیم حرف بزنیم من کاش فیلمو استاپ می‌کردم، مثلا این صحنه این صحنه یه سری کارا کار می‌کردم. ببین این فیلمو بعد پلان به پلان ببیننش. اینقدر این فیلم اهمیت داره که اسکورسیزی که خودش خدای فیلمسازیه در میاد میگه که اگه می‌خواید رابرت دنیرو رو ببینید این فیلمو نگاه کنید. قدرت بازیگری که می‌خواید این فیلمو نگاه کنید. مثلا اون صحنه‌ای هست که جلوی آینه میگه یو تاک تو می. آره خب خیلی قشنگ. ببینید ما چیز همه دارن. ببین دوبلش کردن خرابش کردن. خودش خیلی خوبه، بهتره. آره. اصلا دوبلش درست در نمیاد. آره. نه اصلا در نمیاد. ولی خب بقیه وقتی اداشو در میارن نمیشه. چرا نمیشه؟ نه نمیشه. اصلا شما اون لحظه داره چی فکر میکنه؟ همین ببین خاطراتش رو باید فرود کرد. نه نوشته این راجبی نوشته، من پیدا میکنم برات میگم به دسته میگم دسته خوبی اون ولی اینه که خاطرات می‌نویسن، همشون نویسنده‌ان، می‌نویسن مطلب می‌نویسن، تو کتاباشون فروش‌ها خوب پیدا می‌کنه، حتما راجب اون بازی ساختای فیلم نوشته، بعد پیدا کنم اسمش. ببین از همه اینا دست‌کار مارلون براندو بود، اونم داره مارلون براندو که خیلی دست‌تر از همین بوده، ولی اونم میگم این همین خاطراتش رو نوشته. خیلی خوبه. من یه صحبتم در مورد خانومه دارم، اون جولی واسه؟ نه اون که چیز عاشقش بود. اگه دقت کنی تو این فیلم وقتی که دو نفره دارن با هم دیگه صحبت میکنن رو نشستن رو صندلی، شونه‌ها که اصلا تکون نمیخوره، یعنی از اول پلان تا آخر پلان شونه‌هاشون تکون نمیخوره، سر و گردنشون هم خیلی کم تکون میخوره، اجزای صورتشون هم خب دنیرو یکم بیشتر، ولی خب اون خانم که اصلا تکون نمیده. به نظرم با اینکه یه الهه زیبایی رو به قشنگی نشون داده و واقعا زیبا و شکوفه، ولی حالا یه جاهایی هم توی چهرهش صحبتش زنه اقواگر دینو میگن زنه. بله خب زیبا بیشتر زیباست. ولی خب من یه کمی خوشم نیامد، خیلی دیگه صاف نشسته، خیلی دیگه اصلا هیچ چیز تکون نمیخوره، بعد انگار همش حواسش به موهاش بیشتر تا آره یه چیز جالب بگم، این فیلم به این بزرگی یه اشکال داره، یه جای راکور رعایت نشده، عینکی تو دیواسر عوض میشه تو یه صحنه. خیلی اون چیزی که دارن با آقای دنیرو صحبت میکنن یه عینک سبز داره، عینکش عوض میشه. آره یه جای خیلی تابلو. آره عینک کجا عوض شد؟ آره من بچه‌ای که میگن که بچه‌ها میگن مثلا کسا میگن آقا بازیگر خودش هم به حواسش باشه. چی؟ من فکر کردم مثلا این عینک نه اشکاله اون اشکاله. بعد اون بعد چه میاد معلومه. اتفاقا شانس اسکورسیزی قصد معلومه واسه اشتباه. تابلو بود آخه عینک سبز. تابلو آره. ببین فکر می‌کنن که به بچه‌ها میگن که سر صحنه هستی راکورد حواس خودتون باشه. آقا کارگردان داره ویزور کوچیک می‌بینه، یه مانیتور کوچیک می‌بینه، شاید ازش در بره. حواست نباشه بعد تدوینگر اینو دیگه اختیارش میگیره. پس بهتره حواست خیلی به خودت باشه، یعنی کمک موشی صحنه بکنی. تو موشی یه آکسفور یه برنامه زیادی وزیر پیشش رو دیگه، این اصلا سیما رو به تو میدن، به اون نمیدن که تو بازیگر میدن. خب صحبت یه نداریم جا خیلی خوبه. آفرین خیلی خوبه. در مورد صحنه پایانیش هست که رو دیگه اکشن بازی میکنه و حالا اکشن میشه. من به نظرم اونم خیلی خوب بازی کرد. خیلی خوبه اصلا. ببین جز نقد فیلمایی که آخرش خوبه، خیلی خوبه، آخر خوب تموم میشه، خوبه همه چیز. ببین اسکورسیزی جوون بوده، خیلی جوون بوده، تو اوج خلاقیت بوده. ما یه خاطره تعریف می‌کردم خودمون از آقای اسکورسیزی، که شاید گفتمت آقای علتی صحبت می‌کردم، میگفتش که من
دکترا گرفتم اونجا و یه روزی با اسکورسیزی تو سن مثلا 70 سالگی این آخر که از آمریکا بیاد قرار داره یه ساعت من وقت دارن که من برم باهاش صحبت کنم مثلا باهاش مصاحبه کنم. میگم من رفتم پیشش رو دفترش اسکورسیزی بود بریم باهاش صحبت کنم. کلی سوال داشتم ازش. میگم رفتیم سلام علیک کردیم جواب سلام داد و از سوال پرسید اهل کجایی؟ گفتم ایران. گفتم ایران دیگه من فقط فهمیدم ساعت تموم شد یک ساعتم و هر این 100 سال از ایران از من کرده و من هیچ سوالی از این نکردم. گفت پیرمرد نداشت ما یه سال ازش بکنیم یعنی وقت نشد اینقدر این آدم اکتیو بود. حالا تو ایران بعضا بخاطر خدا 70 سالش میشه بیافته که مردن دیگه. کارگرانمون همین آیه کارگران هست هیچ کاشه تیم مرگم چی شده. اسکورسیزی ببین تو فیلم تو 5 سالش هوگل ساخته کودکی سینما هم هم هوگل دیدی؟ بله خیلی هم فیلمو دوست دارم. کاش یه بار آره ببین تو سن چند سالگی ساخته فکر کنم 85 سالش باشه 70 سالش بود 75 سالش بود این ساخته. چه فیلم اکتیو بچگانه برای بچه‌ها بزرگسالانه و سینماگرانه. متأسفانه ما کارگرانمون یه مشکلی که من می‌بینم اصلا همه می‌بینن یعنی پیر که میشن حوات میشه همه چیز نمیدونم چرا اونجا این اتفاق کم میفته. جیرانی بد نیست به نظرم. جیرانی من کلیت دارم میگم چرا مثلا بعد چیز اسپیانم حالا بگم دقیقاً آقا چرا بعد مثلا مهجویی بیاد بره اون چیزو بسازه چی بود اسمش اون کار آخره چرا باید آیه کیمیایی اینو بسازه چرا باید اونو بسازه حیفه میدونی حیفه اینا نخواه گوشی یارو دستیدی اینجا من این چیزم از بازی دنیرو رو دقت کردم اونجا هست که تصمیم میگیره که دنیرو هست که تصمیم میگیره بره خب اون آدمای تو کاباره رو بکشه اونا همه رو بکشه آره ببینیم وقتی در از تاکسی پیاده میشه چطوری راه میره میگم دقت نکردم اینجا باید دقت کنم ببینم چجوری راه میره بگو چجوری راه میره یک کتی رو میره اینطوری راه میره آره اینطوری ها ببین این راه رفتن خیلی مسئله مهمه تو گفتیم ما راه رفتن بچه بازیگرامون راه رفتن بهروز وثوقی من اصلا اینو مثال میزنم راه رفتن بهروز وثوقی تو فیلم تنگسیر وقتی داره میره بکشه وقتی برمیگرده ببین اون راه رفتنش فکر کرده بارها فکر کرده تمرین کرده. ببین ما متاسفانه باز اینم بگم چرا باید بازی یه روزی امیدم گفت چرا باید مثلا آقای پریستی اینقدر فاصله بگیره از مارمولکش اون نقش اون جذابی اون کاراکتر خوش میگم اون آدم دیگه میگه میتونه مارمولک بازی کنه امثال چرا چی میشه افت میکنن اینقدر چی نمیدونم واقعا چه افت میکنن یعنی که بگین که مثل الماس سایده بشن چون مثل آموزش رها میکنن ببین دلیل لیریک درست چرا بازیگری ها میدونی که گذاشت که 20 تا اسکار برده گذاشت که من یه بازی نمیکنم تارانتینو گفت من 10 تا فیلم میسازم یکی دیگه مونده آقا یه تاریخ مصرف برای خود بذار دقیقا آقا اگه میبینی حد برای گفتن داری نکن حالا باید دغدغه‌ای داشته باشه دیگه به خاطر این میگم اون کارگردانی که میره پول میگیره بازیگر میاد فیلم میسازه چیزی نمیخواد بسازه اون که دغدغه داره اون میشه این چیزی دغدغه‌اش نداره سینما بدون دغدغه که چیزی خوب توش در نمیاد که دقیقاً ما حالا یه مسئله هست شما میگین اسکورسیزی همچنان داشت سوال میکرد حتی از اون آدم جدیدی که میگید هر سوالی میتونست میپرسید ببین من میخواستم پرسشگری که بچه‌ها طرف میخواد بازیگر سینما بشه پرسشگر نیست آره دیگه اصلا من فکر می‌کنم یا مثلا ببین نه نداره حرف بزنه بازیگر سینما یه دونه باید بند بشه اینقدر انرژی داشته باشه از انرژی زیادش بره بازیگر سینما بشه یعنی نه نداره حرف بزنه میخواد بازیگر سینما بشه بابا ولمون کن به خدا دیدی که خودت من نمی‌چی میگم که نه نداره راه بره چی؟ میگم حرف شما خیلی قبول دارم چون آقا ببین من خاطر میگم ما بیاریم اینقدر از اضافه انرژی بره بازیگر بشه یعنی یه جا وایسته اینقدر انرژی داشته باشه ندونیم خود چیکار کنه یه روز امیر حایی میگفت من همه چی در دیوارم گفتم بازیگر همچین باشه
آقا به من میگن بعضی وقتا میگن خب تو چقدر کجا حرف میزنی؟ میگم از انرژیمه دارم تو حرف میزنم. میخوام این تموم شه سوال بعدی. همین دیگه آدمایی که اینجوری هم بازی سینما بشن. سینما انرژی زیادی میخواد دیگه سر صحنه. مثلا صحنه فیلمش میساختیم میگفتم آقا اونجا رو خیس کنید خودم میرفتم خیس کردم. یا اونو بررسی لذت می‌بردم از این کار. ما دیگه با انرژی داشته باشید ما شب تا صبح تا شب انگیزه علاقه یه فیلم دارن نمیرن نگاه کنن. این لایو من 100 تا شاگرد دارم. سعادت اومدن. اینترنت خرابه. اینترنت که اوضاعش خوب نیست. آره خرابه. ولی کلا میخوام بهت بگم یه آموزشگاه درس میدادم تهران. شاید دیگه 3 ماه گفتم من دوربین بیارید. این چه مقاومتی کردن اینقدر مقابل یادگیری. نمیدونم واقعا بعضی چرا دوست ندارن دوست ندارن حال هواشون عوض بشه، دوست ندارن هیچ تغییری بکنن، دوست دارن همونی اصلا برن جلو. بابا من میگم یک نفر ببین من توی این نقدا این مهجر بودش شاگردم خب من در شدم مهجر همین حرفی که زدم گفتم آقا برای بازی سینما برای سینما یاد بگیری گفت یه کتابم من کتاب نقد چیش معرفی کردن و من یه روز نقد گفتم من خوب نقد کنی حرف بزنم آقا یه ادامه بده خوب میشه. سینما که فقط بازیگری نیست کلی شغل دیگه هست شما پول داره خود بفهم میدونی. مرسی میران جان اشاره شبایی هم ببینیم یه ذره حالا من یه فکر میکنم برای این جریانه یا مثلا میام تو اسکای روم صحبت کنیم که خودمون رو فیلمشو بتونیم بذاریم مثلا اینا، ولی یه فکر میکنم که بتونیم یه 3 نفره صحبت کنیم یعنی مثلا یه میگن دوره میزی یعنی چیزی باشه خبرت میکنم باشه انشاءالله هرچی هست خیلی بعد بچه دوستان من فیلم ایرانی میخوام انتخاب کنم واقعا با اکراه نیست فیلم خیلی خوبی ما نداریم برای بازیگری ولی خب همین که انتخاب میکنیم دیگه با دقیقه هندله. مرسی دست در نکنه. خواهش میکنم. چی؟ میگم فیلم قصه ها بازیای بدی نداشت. قصه نه قصه رو اشاره میکنم یا یه فیلمی که تو نظر من یه قصه ها ایرانی به حال ببین چیز عقب‌تر میتونیم بریم خب مثلا آقا من بازی قیصر رو دوست دارم ما بازی رو تحلیل میکنیم دیگه. ببین بازی رو تو فیلم قیصر تو دلان گوزنا واقعا جای حرف داره. حالا من این سگانه قبل اینکه برم وقت بقیه هم نگیرم شما ببینید ما الان بازیگرای قبل انقلابمون سعید راد داریم نمیدونم چیزو داریم بهروزو داریم فردینو داریم یکی دو تا خوب بودن یک خوب نبودن حالا 3-4 تا خوب هستن دیگه ملک مطیعی داریم اینا چه جوری تو اکشن خوبن الان اکشن خوب بازی نمی‌کنن بازیگرا ببین اکشن ساختش خیلی سخته. ببین آقا افهمی حرف که جالب میزنه گفت کارگردانی که بتونه فیلم اکشن بسازه هر کار ژانر دیگه میتونه کار کنه. حرف درستیه. ببین باز کارگردان خودشون میخواد خب تو اگر ساخته نمیشه کارگردانش وجود داره کارگردان اکشن ساز خوب نداریم چند تا اونها ساختن خراب کردن خیلی کار فیلم سازی سخته خیلی سخته. یعنی ما این آسونه چیه آسون فیلم سازی تهران باشی تو خونه بسازی داخلی باشه عاشقانه باشه چون مثلا آقا اکشن یعنی جان دلهوره اکشن دلهوره بخور آقا شما این دلهوره ایجاد کردن تو آدم قرن 21 راحتی یا نیست که میگه حتی تو کرونا گذروندی دیگه دلهوره نمیگیری راحت من فکر کنم بازیگرامون از نظر بدن و حرکت نمیتونن این ترس نمیتونن دلهوره هم نمیتونن نه نمیتونن نمیدونم خیلی سخته. آره نمیدونم هم بازی دلهوره خیلی سخته. مثلا نمونه آمریکایی شو بگم مثلا هریسون فورد آقا هریسون فورد اول فیلم می‌بینیم رو انساکسیه خب خانواده‌اش می‌دونن یاده میشه اول قهرمان تو کل فیلم دلهوره هم داره هم تو خیلی راحت این پیروز میشه و این خیلی جالب جذابه دیگه که پدر خانواده میشه اول قهرمان. حالا شما پدر خانواده اینجا اول قهرمان میشه برای یه موقع خریده اول قهرمانه آره نه ولی درست میشه. من خیلی امیدوارم به این قضیه که سینما خوب بشه چون نسل جدیدی که وارد شدن کارگردانی که وارد شدن خیلی دوست دارن کارو خوب بکنن. مثلا مهدویان مثل که الان چیز ساخته یک فیلم طنز داره کار میکنه حتی مهدویان که میگن آقا ولی اونم نه اونم فیلم خوبیه. این 3-4 نفر از خیلی خوب دارن کار میکنن 3-4 نفر ولی سینما خیلی خوبه زیاده. آره
زنده باشی. خیلی خوشحالم با صحبت کردم. یه کار دیگه هم باید دارم من بعدت میگم. خب راجع به کلاس‌ها خودم بعدت میگم. یادم باشه بهت بگم اینا. باشه حتما. خب خدا ایشالا بخیر. زنده باشی. لطف کردی. دست در نکنه. مرسی. زنده خدا. لطف کردی. مرسی. یک دونه من. خب بچه‌ها اینترنت ما جمشید شده بود. سوالتون چیه؟ من جواب بدم. تنگیز وثوقی. آره. این بچه‌ها هاشه بود. بعد از اینکه بحث اون ژانر از اون فیلم‌های اکشن کم کار کرد، چهره دیگه‌ای و بازی دیگه‌ای ازش شناخته شد که فوق‌العاده بود و بسیار بازیگر خوبی آقای عاشق‌پور. آقا کی بیارمش ما صحبت کنیم با هم دیگه؟ این من چون نمی‌شناسمش کنم. آره پیانیست بچه‌ها جزء احتمالاً این هفته آینده که فیلم خارجی بخوام بذارم مثلا پیانیست میذارم که اسکار بهترین بازیگری مرد برده. بسیار بازیگری که من دوست دارم و بسیار فیلم خوبیه. مال پیانیست مال آقای چیزه. کارگردانش کی بود؟ بگید ما تلخ ساخته. پولانسکی. کارگردانش پولانسکیه. بسیار کارگردان خوبیه. پیانیست فوق‌العاده است بهش. من پیانیست نقدش کردم یه بار داخل سینما گذاشته میشه نقدش کردم. بعد دوستانی که حالا بعدا ان شاءالله این فیلمو میبینن اون چیزی که بعد استفاده کنن میکنن. ما میونه حرفا می چیزایی زدیم به درد بخور. خودم میفهمم این چیزی به درد بخور گفت. متاسفانه ما اینترنت خیلی خراب کرد کارو ما. بله پولانسکیه. ما خیلی خوب برنامه خوب داشت پیش میرفت و علاقه‌مندی خودش داشت. و لایو داشت پیشرفت میکرد. حالا جمعه ها من ساعت 6 دای بازیگری مسترانه دارم ادامه میدم. خیلی پرروحیانه. ولی واقعا به درتون میخوره. هم این برنامه هم اون برنامه. الا شما به خصوص موقعیت کرونا که الان کاری نمیشه کرد شما میتونید خیلی خوب دیدید حداقل یه تجربه داشته باشید. الان من یکی از فیلم بازی ژن خوب رو گذاشتم. شما همزه پنداری میکنید با اون آقا که بازی میکنه. حالا به این که شما گفتم شما بازی کنید ببینید کار آسونیه یا کار سختیه. نه ما یه هفته ایرانی کار میکنیم بچه یه هفته خارجی. بعد تمام نقدا هم هستش تو پیج من و تو کانال یوتیوب هم من میذارمشون که ببینم بچه‌ها. چون واقعا نمونه نیست دیگه چیز دیگه. خب ایشون که نتونستم بیارمش بالا. اینجا خراب شد. خیلی آزار میده. خب میگم ما انتظار چی داریم؟ میگم اینترنت خوبش کارمون بکنیم. خب بنده خدا بچه‌های مردم این آقا میان اینجا پولشون میره اون قالیشون نمیشه دیگه اون تأثیری ندارن دیگه. خب چیکار کنن؟ ببین من بچه‌ها فیلمو نمیذارمش که. خب من فیلم معرفی میکنم. اصلا فیلم دانلود کردن کاری نداره که. من سایتم اگه بیاد بالا سلام علیکم خوبی؟ سلام شما. زنده باشی. من این فیلمایی که مثلا خارجی میذارم همشون دوبلش هم هست. من ان شاء الله سایتم میاد بالا به زودی. بعد آره بعد ان شاء الله سایتم اومد بالا فیلمامو میذارم مثلا تو سایت ببینید. هیچ دانلود کردن فیلم هیچ کاری نداره که. این اینترنت من دارم. راجع فیلم صحبت کنم. بله خب منم تاثیر شما ندارم چش راجع به فیلم صحبت. مشکلی نداره صحبت کن. اگه قطع شد ما تموم کارمون. چون ما یه اصلا قطع نمیشه دیگه درسته؟ نمیدونم استاد حالا من با سه تا پیج اومدم با این گوشی اومدم با یه گوشی دیگه اومدم با این اومدم. نه الان سه تا من دارم. امروز اینترنت کلاً خرابه. خدا کنه فردا خوب بشه برای کار ما. خدا کنه ان شاء الله. آره خب بگوید نقد بازی فیلم تاکسی درایور یا راننده تاکسی بازی آقای رابرت دنیرو رو من خیلی دوست دارم. خب من بازیشو که دیدم و چون یه وقت فکر کنم چند بار فیلمو نگاه کردم. من نگاه کرده بودم واقعا فیلم چند بار آفرین. بله من هر فیلمی که دوست داشته باشم بقیه دوستان میدونن دور حتی چند بار میبینم. مثلا آفرین جوکر رو بازیار با دقت می‌کنید. همین محمد رسول الله رو که خیلی ها شاید بگن چرته. هم محمد رسول الله ایرانی ها شاید خیلی ها بگن چرته ولی به نظر من قبول دارید ایرانی ها رو یه بار می‌شدی؟ قبول داری افهمو؟ یکی دو بار میشه به ایرانی ها دید. قبول داری ایرانی ها چه یکی دو بار بیشتر نمیشه دیدشون؟ فیلم ایرانی یکی دو بار نمیشه دید. چون ببینید نه راست میگی. بعد یعنی اون فیلمایی هم که میشه چند بار دید مثل متری شونیم یا ابد و یک روز
یا اونا بهتره. به خاطر اینه که اینا دیگه توشون مثلا محدودن، ولی بیشتر فیلم‌ها نمیشه بیش از 2 بار دید. برای چی؟ به خاطر اینکه همش تکراریه، همش دارن ولی من یه فیلم ساختم امیرعلی، من یه فیلم ساختم مثل وقت سعی بکنم 10 بار جمعش دادم. ولی اصلا اگر یک فیلم رو دوست داشته باشی، ببین من داشتم گفتم که اینکه محمد رسول ایرانی بود که شاید خیلی‌ها بگن فیلم چرتیه و خیلی‌ها بگن اصلا ایرانی میگی یا خارجی میگی؟ ایرانی رو محمد رسول ایرانی رو ببین شاید اصلا خیلی‌ها بگن فیلم چرتیه. مثلا مجید مجیدی من بازی محمد رسول ایرانی رو اگزاجره دیدم، خیلی بازی خوبی ندیدم. من خدا شاهده من 5 بار با اینکه 2 ساعت و نیم بود 5 بار نشستم و فیلم محمد رسول خارجی دیدم. اون خارجی محمد رسول دو تاشونو ببینید، من 5 بار نشستم فیلم محمد رسول خارجی دیدم در طی هفته گذشته. خب و فیلم محمد رسول ایرانی هم که 2 بار تو سینما دیدمش، 2 بارم فکر کنم تو خونه دیدمش و اینا رو گذاشتم کنار هم. نمیخوام طرفداری کنم ولی من خیلی 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 بیشتر باور کردم محمد رسول ایرانی رو. دوست داری؟ شاید بله، شاید مثلا شما ببین اون یه حمزه‌ای داره که تو حمزه رو حس می‌کنی اصلا. وقتی آنتونی فیلم از دور نمیگه حمزه اومد حمزه میاد. به نظر من توی محمد رسول خارجی 2 تا بازیگر خیلی خوب بازی می‌کردن. یک حمزه، 2 ابو سفیان خیلی خوب بازی کرد. زنش خوب بازی کرد. بله. حالا توی فیلم محمد رسول ایرانی به نظر من ابولهب خیلی قشنگ بازی کرده. ابو طالب اسم بازیگرش ابولهب منفی نمیشه. نقشه منفیش خوبه. آره قبول دارم، نقشه منفیش خوبه. و توی نقشه مستر به نظرم به نظرش خوب نیست. چرا؟ از این زاویه نگاه کن. آقا از این زاویه نگاه کن. طور نیست که تو بیا از این زاویه نگاه کن ببین یک بازی کاملا تکراری و قابل حدس زدن، هم از ابوطالب، عبدالمطلب، از برادرش، از اون خواهراش، از آمنه، از همشون. بابا یه کاری من نمیدونم چه جوریه، چرا ما وقتی بخوایم کار تاریخی بکنیم لحن اون عوض میشه اصلا. خب استاد ببینید یه چیزی من بهتون بگم. یه سری ببینید فیلم‌های تاریخی توی ایران وقتی میخواد ساخته شه از بالا بعد مجوز بدن و اصلا نمیتونید فیلم تاریخی بسازید. دولت بگه تو بیا فیلم تاریخی بساز. خب پس یه سری محدودیت‌ها دولت میاد چیکار میکنه برای آقا من کاری ندارم. من مقایسه میکنم با مختار. بازی مختار، من بازی عربنیا، بازی اون ایرانی کی بود اسمش، اون رویری، بازیش خیلی خوب بود مختار. یعنی واقعا بازیاشو من ببین واقعا چند بار دیدمش. واقعا فضای مختار به نظرم خیلی با محمد رسول الله منفیاش اصلا عالیه اصلا. یعنی شما به شما یه نقشش چیه اونجا؟ ابن زیاد. آقا ابن زیاد به تو نشون میده عالی. حتی فیلمی که درویش ساخته یزیدش دیدی؟ رضا کیانیان توش خیلی عالی اصلا عالیه. همه‌شون عالیه. عجیب ولی تو این حسن محمد نه. و این بازی نقشه من در اون حد نمی‌بینم میشون. ببین کلا من کار مجیدی خب بازیاشو زیاد غیر از حالی کیشون. مثلا من بازی دید مجنونم که پسرسی جایزه گرفت، مثلا این بازی خوبی نکرده اینجا. دلیلم داره برای حرفم. خب چرا یک سری صحنه خوب داره اونجا که نابینا، ولی تو حساب کن این کاراکتری که تا نابینا بعد بینا میشه، تو اینو میذاری در ریس بازی میکرد چی میساخت داشت. اینجاست که میشه همکاری میبینیم ما. یک آدمی تا نابینا بود الان بینا میشه. چقدر بازی داره. خیلی بازی نقشه که میشه اسکار گرفت باشه. ببینید به نظر من خیلی حالا اصلا ما نقد رسیدیم سر تاکسی درایور داره ولی خب تاکسی داره تو تموم میشه. بگو. برای این یه چیز آخر برای محمد رسول الله بگم. کلا فیلم‌های ایرانی رو کارگردانای ایرانی به نظر من مثل کارگردانای خارجی نیستن، حتی مثل کارگردانای بالیوود. به خاطر اینکه
یه سری نکات رو استاد رعایت نمی‌کنن. مثلا اگر که یک سری نکات ریز توی محمد رسول الله رو رعایت میشد، شما نمیگفتی که، یا من نمیگفتم که این کار تکراریه، اگزاجره. کارگری نیست. ببین کارگری محمد رسول الله اصلا اونم میشه صحبت کرد. کارگری محمد رسول الله خب کارگر قوی نیست واقعا. ببین خب یعنی شما آفرین در اومده توی محمد رسول الله همش دست بازیگر بوده، یعنی تلاش خود بازیگرش بوده براش آورده. به نظر من فاجعه نقش بسزایی نداشته. بعضا بیشتر آکسسوار جلوه ویژه است این فیلم تا یه اتفاقی بیفته. البته ببین ما از یک زاویه نگاه می‌کنیم، ما شخصیت از محمد دوست داریم، خب عاشقشیم، فقیرش هم عاشقش میشیم یه کارها. ولی چون یه نمونه خارجیش وجود داره، ببین من میگم اون نمونه خارجی وقتی جنگ احد نشون میده، حالا خوبه این اونجا رو نساخت دیگه، نه هیچ دیگه. این چه دیگه این بچگیش نشون داده مهر و لطف و مهربانی بود همش. این اگه جنگ رو می‌خواد بذاره چیکار کنه؟ استاد به نظرم خود مجیدی میدونه که از پس اونجا بر نمیاد. خیلی سنگینه. اصلا اون مصطفی احمد چی اسمش کارگردانش، ببین تو 3 ساعت اون مجموعه رو نشون میده و کعبه نشون میده. اصلا کعبهش خودی کعبه است اصلا. بعد ببین چه مشکلاتی داشته مصطفی احمد. یه وقت فیلم میسازه، بعد میره ورژن سونیا مشکل پیدا میکنه، میره برامون میسازه. اینقدر مشکل داشته در این جریان و من خود آخرام توی حمله تروریستی کشته شد. میخوام بگم که اون فیلم اگه ماندگار شده پشتش یه چیزی وجود داره، یه صنعت سینما وجود داره. این راحتی ها نیست. تو میگی آقا اون یه فیلم دیگه هم هستش که تو همین مایه‌است، اسم خوبی داره، تو راجب الجزایر اسم خوبی داره، اسمش هم بحثه که همین بازی میکنه. میدونی کدوم کار میگم؟ نه اصلا اونم کار خوبیه، اسمش هم اونم خیلی کار فوق‌العاده‌ایه. خب صحبت دیگری؟ استاد درباره تاکسی درایور یه صحبت کوتاه بکنم. آره بگو. بازی رابرت دنیرو رو خیلی دوست داشتم، خیلی جای کار ریز داشت و اون بازی که خیلی کاری داره. آره خیلی. و به نظرم شما گفتی که مثلا چه کسی میتونست این نقش رو بازی کنه به جای رابرت دنیرو؟ هالیوود منظورم، نه تو ایران. هالیوود. آره توی هالیوود. آره ایران که نه. توی هالیوود خب به نظر من، چون من فیلم یه سری بازیگرا که دوست دارم و همه‌شون رو می‌بینم، مثل آقای سیلوستر استالون یا همون رامبو یا راکی خودمون. به نظر من این فیلم تاکسی درایور خیلی شخصیتی که آقای رابرت دنیرو بازی کرد به شخصیت واقعی و اصلی آقای سیلوستر استالون نزدیک بود به نظر من. شاید کاراکتر اصلیش رو اگه بدون راکی چیزی ساخته شده، راکی چیزی ساخته شده شاید بتونیم. من زندگی نامش رو آره تو دادم استالون یکی دو بار فکر کنم زیرش که طلایی برده بنده خدا رو بازیگری. ولی حالا میگم ولی به نظرم من بازیگری ولی نمیدونمش. تو ژانر که کار میکنه خیلی خوبه. بله. کارگران هم هست دیگه. کارگرانی میکنه. ببین استاد شما الان یه نکته رو گفتید که آدم وقتی میخواد بره وارد سینما بشه بعد کلا سینما رو بدونه. خب رابرت دنیرو همه میدونن این چیزا رو، یعنی همه فوتوفن بازیگری. ببین همه چیز سینما رو میدونه، تازه میدونه چیز مکتب اسکورسیزی از اون یاد میگیره. تو شروع کن دیگه. ببین همه مبانی رو همه‌ش رو میدونه، ولی اسکورسیزی میخواد بسازه، اون مثلا پدرخوانده رو اون دیپالون میخواد بسازه. اینو بزرگن، خیلی تفکرن. این راحته. میگن که گفتم که آیه عرسی رفت باش صحبت کنه 1 ساعت وقت باشه کلا اون سوال کرده از این از سوال کنه. روح جستجوگری دارن. آره مرسی علی، خیلی خوشحالم با صحبت کردم. ما تایممون تمومه دیگه و فردا به دورزی رو میگم که چیکار کنیم، با خبرت میکنم هر ساعت 6 استراحت کنیم که لایو خوبم فردا بزنید. دوستان 17 دست نباشید. خدا نگهدار. زنده باشید. خدا شما زنده باشید. شبتون بخیر. خدا حافظ.